آقای رحمت خانزاده، این چه کاری بود کردی؟ چیکار کردم؟ چیکار کردی؟ پدرانتون رو بیامرزه و رحمت بکنه مادرانتون رو. این یک جلسه خیلی خوب و عالی بود که خیلی هم خوب پیش رفت. مگه تو اسمت رحمت نیست؟ و آخر همه سخنرانیان میگه خدا بیامرزه پدرتون و رحمت بکنه مادرتون ها؟ تمام مدارکت کامله که از بس میگی رحمت که اسمته بکنه مادرتونو. میدم دارت بزنن. آقا یک سوء تفاهمی پیش اومده، اشتباه میکنی. قربان یک مشکلی پیش اومده، ما مدارکمون ناقصه، نمیتونیم ایشون رو نگه داریم. برادر بهترین موقع اومدی، خدا بیامرزه پدرتو و رحمت بکنه مادرت.